خب 91,000 کار کردم. من تا نشستن رو موتور سفارش بعدی نشست، رفتم سمت فروشگاه. خب همکار عزیز اینجا بستر من تحویل دادن که برسم به صاحبش. دوباره روشن کردم موتور رو، گاز دادم، رسیدم به مقصد. سر با موافقت به صاحبش رسوندم. مبلغ سفارش هم 50,000 بود. در مجموع 141,500 تا الان کار کردیم. اینجا هم از این مسیر اومدن، ای وای اگو کندم، برای همین به بدبختی با زور آفرود رفتن خودم جا کردم. تو اینجا رو رد کردم، این تیکه نمیشد، بعد رو جدول میرفتم آروم موتور رد کردم که کمکاش خراب نشه. از این تیکه رفتم، پیاده رو بود، بازم مجبور شدم که آروم رد بکنم تا موتور فاتحش خوانده نشه. خلاصه بر بدبختی بود. خودم به فروشگاه رسوندم، بستر از همکارام تحویل گرفتم، گاز دادم، رسیدم به مقصد رسیدم. زنگ زدم به مشتری بیاد پایین بسترش تحویل بگیره. اومد پایین، دید درش قفله، بهم گفت بستر بذار رو زمین، باید بره بالا کلید بیاره. من همین کار کردم، رام کشیدم رفتم.